16 نفر ورزشکاران فدراسیون کراته دو جندانکن کشور در دو سمینار و 3 مسابقه بین المللی که چند پیش در جمهوری ازبکستان برگزار شد اشتراک نمودند. آنها در سمینارها ملکه خویش را صیقل داده، در مسابقه بین المللی باشد مهارت خوبی ورزشی نشان داده، با دستاوردهای ارزنده به وطن برگشتند. در جمهوری ازبکستان دو سمینار بین‌الخلقی و 3 مسابقه بین‌الخلقی برگزار گردید. در این مسابقه ورزشکاران فدراسیون اشتراک کرده پرچم دولت خود را بلند برداشتند. به این مقصد ورزشکاران را سفربر نمودیم تا که ملکه و مهارت ورزششان بلند شود، دوستی پیدا کنند، جهانبینیشان وسیع شود. در این سفری ورزشکاران در جاهای تاریخی، اکسکورسی‌ها، مسابقه‌ها، سمینارها اشتراک کردند. فدراسیون کراته دو جندانکان جمهوری تاجیکستان نقشه دارد سنه‌های 26 تا 6 ایول در جمهوری ترکیه شهر استانبول مسابقه بین‌الخلقی دایر می‌گردد. در آنجا ما سفربر می‌نماییم ورزشکاران خود را و ماه آگوست چمپیونی جهان در دولت ژاپن شهر توکیو دایر می‌گردد. در این مسابقه نیز ورزشکاران ما اشتراک کرده پرچم دولت خود را بالا می‌بردارند. در مجموع ورزشکاران ما در این مسابقه سطح بین المللی به گرفتن 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 10 مدال برنجی سرفراز گردیدند. طولی 3 سال باز در فدراسیون کراته دو جندانکان جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین کراته میکنم. استادی من سید ففرانجان میباشند. من در بسیار مسابقه های شهری، ولایتی، جمهوریوی اشتراک کرده جای نمایان را اشغال کردم. در مسابقه اوپن کلاس اشتراک کرده جای سیوم را گرفتم و بعد از آن باز مسابقه اوپن کلاس برگزار گردید، در آنجا جای دوم را گرفتم. من به همسالانم توصیه دادنی هستم که به ورزش مشغول شوند، زیرا ورزش گروی سلامتی است. من مینداری خودم را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما چنین شرایط مساعد را فراهم آوردند. آینده ما کوشش میکنیم که بسیارتر مشق کنیم و پرچم تاجیکستان را بلند برداریم. ضمن بازگشت به وطن ورزشکاران را در شهر خوجند نمایندگان رئیسه کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت، رهبری بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند، سابقه‌داران ورزش و والدین اشتراکچیان گرم و صمیمی استقبال گرفتند. سابقه‌دار ورزش چمپیونات کراته جهان اوید به گشتن یونان ریمی و گشتن طرز آزاد بین سابقه‌داران میرزا محیدین قطب‌الدینوف از این کامیابی ورزشکاران خرسند گشته قید کرد که همه این دستاوردهای ورزشکاران نتیجه صاحب استقلالی مملکت و توجه حکومت کشور نسبت به ساحه ورزش می باشد. من خصوصا قید میکنم که فضل جان احمدوف رئیس فدراسیون دو کراته عموما اهمیت کرده. خودش جوان باشدم عموما برای همین ورزش برای کراته دو عموما اهمیت کلان داده. من باوری دارم که همه تا میدان که المپیک ایگری و توکیو همون نمود بود دو کراته. باوری دارم که همین یک چند وقت میگذرد که همین نمود المپیک وید به داخل می شود. هر یک کس پرچم بردارد این یک افتخار ملت می شود. باوری دارم که از همین بچه‌ها چندین نفرش پرچمبرداری وطن می شود. رهبریت و ورزشکاران فدراسیون کراته دو جندانکان جمهوری تاجیکستان نقشه دارند که سال روان باز در یک چند مسابقه های بانفوذ بین المللی شرکت نموده با به دست آوردن غالبیت پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین الخلقی بالا بردارند. گزارش افضل بوسلیف، ولی جان دسمتوف، ازیا.